کس تو این دنیا آسون به چیزی که میخواسته نرسیده. تو واسه نینی آدم مناسبی نیستی رضا، اینو قبول کن. اما خواستن یه چیز دیگه است. وا نده، نترس، نذار به خودت بره کار بشه. خدا بیامرزدش. معلومه بابام همیشه میگفت هر وقت چیزی رو خواستی و زورت نرسید بلندش کنی، با چنگ و دندون برو سراغش. شما واسه چی این حرفا رو به هم میزنی خانده ای؟ نمیدونم، شاید واسه این که من بچه ندارم، شاید هم واسه این که میدونم نینی دوست داره، شاید هم واسه چیزای دیگه. تو هر آدمی هم دیو هست هم فرشته. حسین دیو رو توی تو میبینه و من فرشته رو. نینی رو دوست داری؟ آره خیلی دوستش دارم خانده ای. خودم هم باورم نمیشه. من یه طرفم میترسم، نمیدونم چی میشه. دلم میخواد فکر کنم، نمیدونم چرا بی خودی خجالت میکشم. اما یاد نینی که میفتم تنم داغ میشه. نمیدونم چرا، اونا حق خودم میدونم. دلم میخواد سر اون با همه دعوا کنم. اگه منتظری کارا خودشون درست بشن و نینی تنهایی به همه چنگ و دندون نشون بده، اونجور که خیال میکنی دوستش نداری. باشو رابیو. خب بابا خودش از در پشتی اومد تو خونه ما و زینت و قور زد. باشو وا نده. حسین دوست داره رو خوابیده ها درجا بزنه. آخه موندی اینجا که چی؟ اینقدر این دست اون دست نکن بچه. وقتی یاد اون روزای خان بابا میافتم از خنده رو دبار میشه. ماشین بازش هنوز تایی بابا بود. وقتی اومده بود خواستاری زینت، تمام داراییش همون یه ماشین بود که قراره بود 7000 تومان 5000 تومانش هم بده کار.